های سجاد، های سجاد، های سجاد. امام سجاد صلوات الله علیه 3 وظیفه داشت، 3 وظیفه مهم. بعد از شهادت پدر بزرگوارشون ابو عبدالله، میدونید 34 سال امام سجاد بعد از امام حسین زنده موند. یعنی سال 61 هجری روز عاشورا اتفاق افتاد تا سال 95 هجری 34 سال دوران امامت امام سجاد. حدود 24 سالش هم بود که تو کربلا بود. مجموعاً حدود 58 سال تقریبا امام سجاد علیه السلام عمر شریفشون. این بزرگوار 3 تا وظیفه مهم داشت. یک، فرماندهی کاروان اسرا، چون فرمانده اصلی امام سجاد معصومه، ولو حضرت زینب مجری بود، اجرا با حضرت زینب بود، اما فرماندهی اصلی با امام سجاد علیه السلام بود که باید پیام ابو عبدالله الحسین به کربلا رو به گوش تاریخ برسونن. امام سجاد شنیدید همتون تو طول اون 34 سالی که بعد از پدر بزرگوارشون و بعد از واقعه کربلا زنده بود، اشک چشمش خشک نشد، دائم به بهانه اشک می. دومین وظیفه‌ای که امام سجاد به عهده داشت حفظ شیعیان بود. اکثریت شیعه دیگه باقی نمونده بود. شیعه درجه 1 که شهید شدن با امام حسین، حتی شیعه های درجه 2 و 3 هم تو سال 63 واقعه حره و بعد سال 64 قیام توابین و بعد سال 65 قیام مختار، خیلی از شیعیان تو این لابلا، شیعیان درجه 2 و 3 اونا هم شهید شدن. جز 3-4 تا شیعه خالص بیشتر نمون. از خود امام سجاد یه روایت نقله که تو مکه و مدینه 20 نفر بیشتر نیستن که یحبنا، که محب ما هستن. خب امام سجاد باید این چند نفر رو حفظ کنه، باید همین چند نفر رو حفظ کنه. لذا مأموریت امام سجاد علیه السلام جنگ نبود، سکوت بود. وظیفه سوم بازسازی فرهنگی جامعه مسلمین بود که به شدت منحط شده بودن، به شدت سقوط کرده بودن از جهت فرهنگی. هم فساد خیلی رواج پیدا کرده بود توسط دستگاهی مثل دستگاه بنی امیه. امام سجاد علیه السلام بازسازی علمی جامعه مسلمین، بازسازی فرهنگی و اخلاقی جامعه مسلمین رو به عهده گرفت. اونطور نه با کلاس درس، اون موقع که میشد کلاس گذاشت، زمان امام صادق و امام باقر میشد، اما زمان امام سجاد به قدری اختناق شدید بود مگه میشد کلاس گذاشت. امام سجاد در قالب دعا و راز و نیاز با خدا معارف رو منتقل کرد. صحیفه سجادیه، دعای ابو حمزه، مناجات 15، رساله حقوق امام سجاد و امثال اینها یادگارهای امام سجادی که در واقع معارف دین رو تو قالب دعاها گفته، که بعد امام باقر و امام صادق اومدن همینا رو پرورش دادن و باز کردن.